بنا به خبرها پلیس شهر چلیابینسک روسیه 8 نورس ملتگرا را دستگیر کرده است. گفته می شود که این گروه نورسان با پیستولت و بلغا و مسلح گردیده روز 8 فوریه سال 2023 به بنای مکتب رقم 5 حمله آورده و 3 نورس تاجیک را توکوب کردند. به ضد آنها بر اساس ماده 213 کودکس جنایتی روسیه پرونده جنایتی آغاز کردند. این بند قانون همچون جزا تا 7 سال زندان را پیش بینی میکند. بنا به گزارش تلگرام کانال شد، حملگران پیرو عقیده های ملتگرایی یعنی اسکینخد بوده برای حمایت از یک رفیقشان که گویا در مکتب رقم 5 زادگان تاجیکستان او را آزار دادند برای رزبار به این مکتب حمله کردند. در حال حاضر یکی از حملگران که به سن بلاغت رسیده است در حبس قرار دارد و بقیه را که نابالغ بودند به شرط بیرون رفتن از محل زیست جواب دادند. سن حملگران از 14 تا 18 بوده در مکتب میانه و سال یکم کالج صاحبکاری و فناوری های سوهوی تحصیل میکردند. همه آنها را از یک جا پیدا و دستگیر کرده از آنها چند بلغه، پیستولت ایرزالی و کمان نو بیکل پیدا و مصادره کردند. در نتیجه این حمله یک خواننده مکتب رقم 5 که زاده تاجیکستان است با آسیب مغز سر در بیمارستان بستری کرده شده است. دوست او خواننده صنف نو نیز در بیمارستان بستری کرده شده است ولی جبردیده سیوم در خانه تبابت میگیرد. خوانندگان صنف‌های پایانی مکتب رقم 5 گفتند که وقتی آدمان مسلح به بنای مکتب حمله کردند آنها خیلی ترسیدند. سخنگوی مکتب رقم 5 گفت این حادثه یک رزبار بین بچه‌های آن محله بوده و همه اشتراکچیانش معاین و دستگیر کرده شدند. در ویدیو دیده می شود که چگونه نورسان مسلح با شست وارد بنای مکتب می شوند و به لطکوب خوانندگان سر می کنند.